سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امروز اینجا هستیم با یه ویدیوی دیگه در مورد یکی از مهمترین و پر استفاده ترین مواد اولیه داخل تشک. در این ویدیو اسفنج یا ابر با کیفیت که پر مصرف ترین مواد اولیه تشک هستش رو باهاش آشنا میشیم. توی این ویدیو میخواهیم خیلی ساده و کامل انواع اسفنجه هایی که داخل تشک استفاده میشن رو بررسی کنیم. اصولاً برای ساخت یک تشک استاندارد از چند مدل اسفنج با دانسیته‌های مختلف و ارتفاعهای متنوع استفاده میشه. هر کدوم از این اسفنج‌ها ویژگی متفاوتی دارن و روی نرمی، سفتی، دوام و قیمت تشک تأثیر مستقیم میذارن. اولین و رایج‌ترین نوع اسفنج‌های معمولی هستند. این اسفنج‌ها با دانسیته 20 تا 40 تولید میشن و عملاً پایه‌ای ترین متریال داخل خیلی از تشک‌ها هستند. مزایا: قیمت مناسب، انعطاف پذیری خوب، قابل استفاده در لایه‌های رویی و زیری تشک. معایب: دوام متوسط، در دانسیته‌های پایین بعد از مدت کوتاه نشست میکنه. این مدل معمولاً در تشک‌های اقتصادی یا لایه‌های کمکی استفاده میشه. مموری فوم همون اسفنج هوشمنده که با فشار و حرارت بدن فرم میگیره. دانسیته‌اش معمولاً بین 60 تا 100 هست و به همین دلیل جزء لایه‌های تخصصی و سنگین حساب میشه. مزایا: کاهش فشار از نقاط حساس بدن، خواب راحت‌تر، مخصوصاً برای افراد دچار کمردرد، جلوگیری از انتقال حرکت بین دو نفر روی تشک. معایب: قیمت بالا، کمی گرمتر از سایر اسفنج‌ها. این لایه معمولاً در بخش‌های روی تشک استفاده میشه. اسفنج HR یکی از باکیفیت‌ترین مدل‌های بازار. HR مخفف کلمه High Resilience یعنی ارتجاعیت بالا. ویژگی‌ها: برگشت پذیری سریع، عمر طولانی‌تر نسبت به مدل معمولی، تحمل وزن بالا، حس نرمی همراه با پشتیبانی. این نوع از اسفنج بیشتر در تشک‌های طبی، ارتوپدی و مدل‌های لوکس دیده میشه. آخرین مدل از اسفنج‌ها ریباند هست، یک اسفنج فوق‌العاده محکم که از بازیافت تکه‌های اسفنج و تحت پرس تولید میشه. ویژگی‌ها: بسیار سفت و مقاوم، مناسب برای لایه‌های تقویتی، تحمل وزن زیاد، جلوگیری از نشست تشک. این نوع بیشتر در تشک‌های طبی یا بخش مرکزی تشک به کار میره. ما امروز تو این ویدیو یاد گرفتیم که اسفنج‌ها چند مدل دارن و انواع مختلفشون رو با هم بررسی کردیم. پس حتما وقتی قصد خرید تشک داشتید، به نوع و دانسیته اسفنج داخل تشک دقت کنید و اگر لازم بود از فروشنده بپرسید تا مطمئن بشید دقیقاً همون تشکی که مد نظرتون هست رو خریداری می‌کنید. چون انتخاب درست لایه‌های اسفنج هم راحتی خواب شما رو تضمین می‌کنه و هم دوام تشک رو بالا میبره.